به خدا از این زندگی خسته شدم. صبح ساعت 7 صبح بلند شو بیا تا 7 شب نگهبانی بده. بعدم مواده ها شارژ نمیدن. بعد زن بچم که خرج میخواد. وقتی از خونه در میشی زن میگه پول بده، جیب خالی، شرمنده، پیش زن بچه. پیاز، سیب زمینی، کوفت زهرمار هر روز میره بالاتر، ولی مزد کارگر همونجا در جا میزنه. این چه روزگاری؟ به خدا به مرگم راضیم. با 67 سال سن نه خونه از خودم دارم، نه درآمدی دارم، نه امیدی. فقط تنها امید من با خداه. ماندم چیکار کنم؟ یکی نیست به دادم برس، فقط خدا.